اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شکوه چهارم، الله تعالی میگه خیانت مالی یهود فوق العاده هست و از اهل کتاب کسانی هستند که اگر شما امانت بدهید به دست آنها به قنطار یک خرمنی از مال تو یؤدیه اون مال را ادا می کند الیک به جانب شما، به محض این که از او طلب کنید. یعنی اینها واقعا اون انسان های خوبی هستند. و منهم، این قسمت شکوه هست، و بعضی از آنها کسانی هستند که اگر شما امانت بدهید به دست آنها یک دیناری را، اون یک دینار را نمی دهد، ادا نمی کند به جانب شما، یعنی منکر می شود. الا ما دمت علیه قائما، مگر اینکه شما مداوم بالای سر او بیستید و بده بگید تا از دست او بگیرید. به محضی که فاصله گرفتید پرده پس پرده بیاد انکار میکنید. چرا اینقدر خیانت میکنن که یک دینار هم حاضر نیستن پس بدن مگر با زحمات بسیار سخت؟ به خاطر چی؟ ذالک، این خیانت به سبب این است که آنها گفتند که لیس علینا فی الامیین السبیل. این مسئله را برای خود درست کردن که ما هرچی از این ناخانه های مکه بخوریم، از این امیین بخوریم، بپوشیم، حیف و میل کنیم، ما را خدا ملامت نمی کند. یعنی ما اختیاردار مال و جان اینها هستیم. این اعتقاد برای خود درست کردن. ذالک، این خیانت به سبب اینه که آنها می گفتن که لیس علینا فی الامیین سبیل، نیست به گردن ما نسبت به امیین هیچ راه گناهی. خلاصه ما هرچی از اینها بخوریم و حیف و میل بکنیم، چون ما پیغمبر زاده ایم و آقا زاده ایم، لحاظا کسی ما را ملامت هم نمی کند. خدا هم که خدا هست ما را نمی پرسه. و این چیز را هم می گفتن که خدا به ما اینقدر این آقایی را داده. امروز هم همین یهود و نصارا همین اعتقاد را داره که بر مسلمان ها هرچی تاخت و تاز کنن اینها را خدا پرده قیامت نمی پرسه. و می گفتن بر خدا دروغ، تغلیظ قالو و یقولون علی الله الکذب، و این چیز را هم به خدا نسبت می دادن و این دروغ را به خدا نسبت می دادن و هم یعلمون، و آنها هم می دانستن که دروغ میگن. بلا، چرا مؤاخذه نمیشید؟ حتما مؤاخذه میشید. ها بله، مؤاخذه نمیشود کسی که اوفا به عهدهی، ایفا کند عهدهایی که با خدا یا بندگانش کرده. عهدی که با خدا کرده که تو رب منی و من مطیع امر تو هستم، این عهد را ایفا کند، راه ملامتی نیست بر سرش. واتقا، از خیانت پرهیز کنه، از دروغ پرهیز کنه، از کفر و شرک پرهیز کنه، تو بله ثمره ایفای عهد و ثمره تقوا اینه که فإن الله یحب المتقین، به درستی که الله تعالی دوست دارد چنین متقیان را. چنین متقیان محبوب خدا میشن که عهدهایی که با خدا کردن یا با بندگانش کردن و از کفر و شرک هم اجتناب بکنن، پرهیز کنن، اوامر خدا را به جا بیارن. پس فإن الله یحب المتقین، الله تعالی دوست دارد چنین متقیان را، الله تعالی دوست دارد. بله، آنهایی که عهد میکنند و قسم میخورند و بعد قسمهای خود را نقض میکنند، عهد شکنی میکنند، آنها مورد عتاب خدا حتما قرار خواهند گرفت. ان الذين يشترون بعهد الله، آنهایی که خرید میکنند به مقابل عهد الهی، یعنی در مقابل عقاید صحیح و در مقابل قسمهایی که خوردن در معاملات مع الخلق، ثمنا قلیلا، کمی پول، و نام خدا را میفروشند. یعنی قسم ناحق میخورند و مال میبرند، یا عهدی که با خدا کردن اون عهد خدا را نادیده میگیرند و مال میبرند. خدا از تمام انسانها عهد گرفته در عالم ارواح و به واسطه انبیاء از همه انسانها عهد گرفته که شما خیانت نکنید، شما
قسم ناحق نخورید و مال مردم را حیف و میل نکنید. اینها با یک قسم ناحق مال مردم را زیر میزنند. الله تعالی میگه آنهایی که خرید میکنن به مقابل عهد و پیمان، یعنی در مقابل عقاید صحیحه و در مقابل قسمهایی که برای معاملات با خلق خدا میکنن و قسم میخورن و مال مردم را میبرن، ثمن قلیل خرید میکنن، اولئک ثمره اول اینها لا خلاق لهم فی الاخرت، اینها هیچ نصیبی ندارن در آخرت. ثمره اول اینه. آنهایی که قسم ناحق میخورن، عهدهایی که با خدا کردن، عهد خدا را نادیده میگیرن، در مقابل عهد خدا پول میگیرن، در مقابل قسم پول میگیرن، قسم ناحق میخورن و پول میگیرن. ثمن قلیل، همه دنیا در برابر عهد خدا ثمن قلیله. الله تعالی میگه اولین ثمره اینه که لا خلاق لهم فی الاخرت، هیچ سهمی آنها در آخرت ندارن. دوم لا یکلمهم الله، خدا با اینها کلام نمی کند با لطف. سوم لا ینظر الیهم یوم القیامت، نظر رحمت و لطف به طرف آنها نمی کند روز قیامت. و ثمره چهارم ولا یزکیهم، و گناه آنها را هرگز پاک نمی کند، آنها را از گناه پاک نمی کند. بلکن ولهم عذاب علیم، این ثمره پنجم برای آنها عذاب بسیار دردناکی است. با 5 ثمره و نتیجه اینها مواجه میشوند که عهدی که با خدا کردن که ما بندگی تو را میکنیم و ربوبیت تو را قبول داریم، الان زیر بار طاعت و توحید نمی آیند، اینها را الله تعالی با این 5 ثمره مواجه خواهد کرد. شکوه پنجم خیانت علمی یهود. خیانت علمی یهود را الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که چه خیانت علمی اینها داشتن. کتابهای مکتوب خود را، صدای خود را شبیه به کتابهای الهی میکردن و میگفت از جانب خدا. این خیانت علمی در یهود بود. ان الذين و ان منهم، و به تحقیق بعضی از این اهل کتاب یک دسته ای هستند، یلوون السنتهم بالکتاب، کج میکنن زبانهای خود را هنگام خواندن نسبت به کتاب، که لتحسبوه من الکتاب، شما فکر کنید که این هم از کتاب، لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب، و در حقیقت این هم از کتاب نیست. ببینید گاهی انسان طوری نغمه می کند که شاید کتاب رب العالمین را می خواند. بعضی از اینها کسانی هستند، یعنی اینهایی که خوانندگی بلدند، کج می کنند زبانهای خود را، چنان اظهار می داشتند که حضرت عیسی ما را دستور به خواندنش داده است تا که شما گمان کنید که آن از کتاب هست. لتحسبوه من الکتاب، از اجزای کتاب، از آیات کتاب. اگر اینها تورات و انجیل اکثر عوام نمیدانستند، همانطوری که اکثر این امت هم قرآن را نمیدانند. زبان عبرانی اصلا نمانده بود اینجا الا قلیلا. علما زبان خود را منحرف میکردن تا به خور مردم میدن که داره کتاب میخوانه، قرآن میخوانه. او کجا قرآن میخوانه؟ لتحسبوه من الکتاب، حالانکه و ما هو من الکتاب، او از کتاب نیست، اون از صحائف ساخته شده خود آنهاست. و یقولون، و بعد با زبان هم میگن که هو من عند الله، این لفظ یا مانا که اینها دارن تلفظ از جانب خدا هست، حالانکه و ما هو من عند الله، او از جانب خدا نبود، ساخته اینها هست، به خدا نسبتش میدن. و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب، الله تعالی میگه اینها کتابهای تالیف خود را و صحائفهای خود را به خدا نسبت میدن، دروغ میگن.
و میگویند بر خدا دروغ و هم یعلمون و آنها خودشان هم میدانند کاذبیت خود را که دروغ میگن، که برای فریب مردم، برای فریب مقتدیان و شاگردان خودشان زبان خود را به کتابهای دیگر و این بابا این کتاب، این هم تفسیر تورات، این هم تفسیر قرآن، این هم صحیفه فلانیه، این هم صحیفه فلانیه، که همین مرضهای یهود و نصارا در این امت هم کم نیستند. تا که شما فکر کنید که از کتاب هستند و اینها از کتاب دارن میخوانند. و بعد میگفتن که به ما حضرت عیسی و اینها به ما هم دستور دادن که ما این چیزها را بخوانیم. این چیزها را به پیغمبرها نسبت میدادن که سبحانه و تعالی در این آیه بعدی شبهات آنها را که حضرت عیسی علیه السلام ما را به خواندنش دعوت داده است. حضرت عیسی به ما گفته که شما ما را بخوانید. یهودی ها گفتن عزیر گفته که ما را بخوانید. حالا قبل از اینکه این آیه را ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس كونوا عبادا لی من دون الله، شان نزول این آیه را که بزرگان نقل کردن، ابن اسحاق و غیره، اخرج ابن اسحاق و غیره عن ابن عباس. حضرت ابن عباس میگه قال ابو رافع القرظی حين اجتمعت الاحبار، هنگامی که جمع شدن تجمع کردن احبار من الیهود و النصارى من اهل نجران عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، علمای بزرگ یهود و نصارا از اهل نجران به محضر پیغمبر تجمع کردند و قد دعاهم الى الاسلام، و پیغمبر علیه السلام آنها را دعوت به اسلام کرد. اترید گفت که شما اراده دارید ای محمد ان نعبدک، شما اراده دارید که ما شما را عبادت کنیم کما تعبد النصارى عیسی ابن مریم. یهود به پیغمبر گفتند که شما اراده دارید که ما شما را عبادت کنیم همانطوری که نصارا عیسی ابن مریم عبادت میکنند، یعنی تو خود را اینقدر بزرگ میدانی مثل عیسی. وقال رجل نصرانی من اهل نجران او ذاک ترید، تو این چیز را اراده داری که باید مثل عیسی ابن مریم مطاع بشی و عبادت بشی؟ اونا عبادت گفتن. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، در جواب این بدبخت ها پیغمبر گفت معاذ الله ان نعبد غیر الله، من پناه به خدا میگیرم از این که پرستش کنم غیر خدا را و از این که نامر به عبادت غیری، من به خدا پناه میگیرم از این که کسی را دستور بدم به عبادت غیر خدا. عبادت حق اختصاصی خدا، من به خدا پناه میگیرم. و ما بذلک بعثنی الله ولا بذلک امرنی، خدا من برای این کار مبعوث نکرده و دستور نداده است که من به عبادت خودم یا به عبادت غیر خدا کسی را دعوت بدم. نه به من خدا این دستور داده و نه برای کار من مبعوث کرده. این آیه نازل شد ما کان لبشر ان یؤتیه الله. خب یک شان نزول دیگری، اخرج عبد الرزاق عن الحسن قال بلغني ان رجلا قال یا رسول الله، گوش کنین او مولویا خوب متوجه باشید. قال عبد الرزاق از حسن روایت می کند که بلغنی ان رجلا، حضرت امام حسن بصری میگه به من این خبر رسید که شخصی به محضر پیغمبر آمد گفت یا رسول الله نسلم علیک کما یسلم بعضنا علی بعض، ما سلام میدهیم شما را
همانطوری که ما باز دیگر را سلام میده. ما دیگر کاری برای شما نمی کنیم. گوش کنید، ما سلام میدیم شما را همانطوری که ما یک دیگر را سلام میدیم. افلا نسجد لک، ای پیغمبر ما شما را سجده نکنیم؟ وقتی به شما نزدیک شدیم، شما را دیدیم، افلا نسجد لک، ما فقط وقتی با شما برمیخوریم، شما را میبینیم در مسجد، در سفر، در حضر، ما شما را سلام میدیم. همان طوری که این سلام را ما به یک دیگر هم میدیم. افلا نسجد لک، ای پیغمبر ما شما را سجده نکنیم؟ قال لا، فرمود نه، حق سجده نداری من سجده کنیم، ولكن اکرموا نبیکم، اکرام نبی خود را داشته باشید، و عارفوا الحق لأهله، برای اهل او هم قدر قائل باشید، حق اهلش را هم بدانید، اهلش را هم قدر کنید. فإن ان یسجد لأحد من دون الله، اصلا جایز نیست که سجده کرده شود برای کسی غیر از خدا. فانزل الله تعالی این را نازل کرد، ما کان لبشر، جایز نیست برای هیچ بشری که خدا به او کتاب بدهد، دلیل نقلی، حکم به او بدهد، فهم درست و صحیح، عقل و دانش حکومت بهش بده، حکم را فهم صحیح، عقل صحیح خدا بهش بده، و نبوت، و خدا بهش نبوت بده. ثم یقول للناس، اون پیغمبر بگوید، اون صاحب حکم و اون صاحب کتاب بگوید به مردم که کونوا عبادا لی من دون الله، باشید پرستش کننده من غیر از خدا. اصلا امکان ندارد که خدا به کسی کتاب بدهد، به کسی فهم صحیح بدهد و کسی را با نبوت نوازش کند. این نبی صاحب نبوت و کتاب و حکم مردم بگه کونوا عبادا لی، مردم بیاید پرستش کننده من باشید، من سجده کنید، من طواف کنید، برای من نذر و خیرات بدهید. اصلا الله تعالی میگه امکان ندارد که نبی چنین کاری بکنه. لیکن اون انسان که خدا به اون نبوت میدهد، اون نبی میگوید کونوا ربانیین، ای مردم همه شما رب پرست باشید، همه شما ربانیین باشید، یعنی خدا پرست باشید، عبادت زبانی، مالی، بدنی را برای او انجام بدید. به سبب اینکه خدا شما کتاب تعلیم میدهید دیگران را، و به سبب اینکه شما میخوانید، خود شما میخوانید، کتاب تعلیم میدید. چرا؟ اصلا برای نبی امکان ندارد که به کسی چنین دستوری بدهد و مردم را به عبادت خودش بخواند، اصلا امکان ندارد. ما کانه بشه. خب کتاب او را خدا بده مستقیم، مثل انبیاء علیهم السلام، یا بالواسطه که الان شما را خدا کتاب داده، خدا فهم دین داده، نبوت داده. حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمه الله وقتی در سال 1398 هجری قمری ملاقات ایشان در راولپندی بود، در محضر مولانا غلام الله خان صاحب سخنرانی که برای طلبه اون درس قرآن کرد همین آیه، چنانهایی را که خدا کتاب داده، که مستقیم کتاب داده مثل انبیاء علیهم السلام، یا بالواسطه خدا آنها را کتاب داده. بعد از انبیاء آنها هرگز به عبادت خود و به عبادت غیر الله کسی دیگر را دعوت نمیدن. همین توجیه کرد کتاب مستقیم به آنها داده یا بالواسطه کتاب داده
که علمای ربانی باشن، حکم و فهم صحیح داده، نبوت و رسالت داده، او بگه برای مردم کون عبادا لی، مردم پرستش کننده من باشی، اصلا امکان نداره. لیکن اون صاحب کتاب میگوید کونوا ربانیین، به سبب اینکه شما تعلیم میدهید دیگران را کتاب و به سبب اینکه خود شما میخوانید. باز قرآن میگه ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین ارباب، شما را اون صاحب کتاب و حکم و نبوت دستور نمیدهد که اتخاذ قرار بدهید فرشتگان را و انبیاء علیهم السلام را رب غیر از خدا. هرگز اون صاحب کتاب چنین دستوری نمیدهد. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، آیا شما را دستور به کفر میدهد بعد از اینکه شما مسلمان بودید؟ هرگز چنین دستوری صاحب کتاب نمیدهد. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تو معلوم شد که سجده و عبادت این کفر است و هرگز او به کفر چنین دستوری نمیدهد که دستور سجده غیر الله کفر است. خب اینجا من چند حواله راجع به تفسیر این آیه در خدمت سروران گرامی میخوام بخوانم. من دعا الى عبادت نفسه فقد دعا الناس الى یکونوا عابدین له من دون الله، کسی دعوت بدهد مردم را به عبادت نفسش، او مردم را دعوت داده بین که عابد او باشن غیر خدا، و اگر چه نهی نکند آنها را از عبادت غیر، از عبادت الله، فقط به عبادت خود که دعوت داد، او عبادت به عبادت مردم را به عبادت دعوت داده، اگرچه آنها را از عبادت خدا هم جلوگیری نکند، فقط میگه من عبادت کنید، او عبادت انسانها را کرده. بلکه و این امرهم به عبادت، اگرچه به عبادت خدا هم دستور بده. خب باز عبارت دیگر، من جعل بینه و بین الله واسطه فی العباده کالدعای، هر کسی بین خودش و بین خدا واسطه‌ای در عبادت قرار بدهد، کالدعا یعنی او را بخواند، تو فقط ابدا هذه الواسطه من دون الله، این عبادت کرده این واسطه را غیر از خدا. چرا؟ لان هذه الواسطه تنافی الاخلاص له وحده، این واسطه منافی اخلاص برای خدا است. این غیر خدا را که خان واسطه قرار داد او را بین خودش و بین خدا، این واسطه را او عبادت کرده است و این مخالف با اخلاص لله وحده. و حين ينتفي الاخلاص تنفي العبادت و من ثم به این خاطر الله تعالی به پیغمبر فرمود فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى ان الله يحكم بینهم. خب عبارت دیگر، فتوسلهم بالاولیاء جعله تعالی یقول انهم اتخذوا من دونه ارباب، اینها توسل به اولیاء کردند، الله تعالی میگه اتخذوا من دونه اربابا. و یقول تعالی، یقول صلی الله علیه و سلم قال الله، پیغمبر فرمود که خدای عزوجل میگوید انا اغنى الشرکاء عن الشرک، من از تمام شرکا غنیترم از شرک. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری، هر کس هر عملی انجام بدهد که شریک کند در آن عمل با من غیر من را، ترکته و شرکه، من اون انسان را با شرکش ول میکنم. یا در روایت دیگر فرموده انا منه بریون و هو للذی عمله، من از اون عمل مشترک بیزارم، اون عمل برای کسی که برای او انجام داده.
صلی الله علیه اذا جمع الله الناس یوم القیامه نادا مناد، یک ندا کننده اعلان می کند من اشرک فی عمل عمله لله احدا فلیطلب ثوابه من عند غیر الله. هر که هر عملی انجام داده و در آن عمل با خدا کسی دیگر را شریک کرده است، طلب کند ثواب آن عمل را از نزد غیر خدا. چرا؟ فإن الله اغنى الشرکاء عن الشرک. رواه احمد. این روایت را حضرت احمد در مسند خودش ذکر کرده. به هر حال سجده که صحابی عرض کرد یا رسول الله اجازه سجده باشد، خدا آیه نازل کرد که برای نبی مناسب نیست، امکان ندارد که نبی به سجده خودش کسی دیگر را بخواند. سروران گرامی، امروز مردم قبر انبیا را، قبر اولیاء را، قبر بندگان مقرب الهی را سجده میکنند، طواف میکنند، برایشون نذر میدن، حالان که در حیات طیبه انبیاء علیهم السلام، در حیات طیبه اولیاء، آیا این اولیاء را کسی میخواند؟ آیا این اولیاء را کسی سجده میکرد؟ آیا این اولیاء ذات مقدس اولیاء بودند و انبیاء آنها را کسی طواف میکرد؟ کسی که نکرده. الله تعالی این مرض یهودی ها و نصرانی ها هست که امروز در امت سرایت کرده است. مشکلی که پیغمبر اسلام و قرآن با یهود و نصارا داشت روی همین بود. من عرض کردم در اول درس صبح که شرکی که یهود و نصارا می کردن همین پرستش و خواندن و نذر و خیرات انبیاء علیه السلام و اولیاء بود. و اذا اخذ الله میثاق النبیین، ترغیب الى اتباع الرسول. الله تعالی میگه من از همه انبیا موقع اعطای نبوت و رسالت این عهد و پیمان را گرفتم که هر یکی از شما انبیا وقت زمان نبی آخر الزمان را دریافت باید اتباع کنید. وقتی انبیا موظف بودند برای اتباع خاتم النبیین، امتهای آنها به طریق اولا موظف بودند. الله تعالی میگه بیاد خود بیارید هنگامی که گرفته الله تعالی عهد و پیمان از انبیا. این عهد و پیمان را از انبیا کجا گرفته؟ بعضی میگن در عالم ارواح، از ارواح انبیا این تعهد گرفته شده. لیکن درست این موقع اعطای رسالت، وقتی خدا به هر نبی رسالت و نبوت میداد، این عهد و پیمان از او گرفته میشد. چه؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، به خاطر آنچه که من به شما عنایت کردم از کتاب و دانش. ثم جاءکم، بعد می آید پیش شما رسول عظیم شان، و آن رسول تنوین برای تعظیم محمد صلی الله علیه وسلم، رسولی که مصدق لما معکم، تصدیق کننده آن مضامینی هست که با شما هست، که البته شما حتما ایمان بیارید به آن رسول، از صمیم قلب شما ایمان به آن رسول بیارید. ولتنصرنه، و شما از صمیم قلب آن رسول را نصرت بکنید. الله تعالی میگه من به هر نبی و رسول موقع اعطای نبوت و رسالت این تعهد را گرفتم که وقت نبی آخر الزمان، رسول عظیم الشان من آمد مصدق لما معکم، حتما شما از صمیم قلب به آن رسول ایمان بیارید و امم آنها تبع بودند و اون نبی را نصرت کنید. قال اقررتم، الله تعالی اضافه فرمود که ای انبیا و ای امتان انبیا، شما اعتراف دارید و میگیرید بر این مطلب و شرط عهد من خدا را؟ همه انبیا گفتن اقررنا، ما اعتراف داریم، ما قبول داریم. قال الله تعالی گفت فاشهدوا، شما هم گواه باشید که انا معکم من الشاهدین، من هم با شما از شاهدین هستم. الله تعالی میگه اون پیغمبری آمده که در تورات از موسی علیه السلام
و در انجیل از حضرت عیسی علیه السلام، در زبور از حضرت داود و تمام انبیایی که آمدن همین مژده را دادن که وقتی نبی آخر الزمان باش بیاید لحظه جز اتباع من شما دیگر راهی ندارید. و انا معکم من الشاهدین فمن تولا بعد ذلك، هر کس اعراض کند بعد از این عهد نبیین فاولئک هم الفاسقون، اینها هستن فاسقان درجه یک. اینها فاسقن، اینها از فرمان خدا خارجن. فسق به معنی خروج، اینها از فرمان و اطاعت پیغمبر خارجن. اکنون زجر هست که آن نبی گرامی که برای او انبیاء علیهم السلام عهد گرفته، از انبیاء عهد گرفته شده است، تشریف آورده است، شما غیر دین او را پسند میکنید، یعنی غیر الله را عبادت میکنید. به این خاطر الله سبحانه و تعالی میفرماید زجر افغیر دین الله یبغون، آیا غیر دین خدا را اینها طلب میکنند؟ غیر دین خدا را اینها طلب میکنند؟ دین حق آمد، آخرین نبی با آخرین کتاب و هدایتنامه و تذکرنامه تشریف آورده، اینها غیر دین خدا را طلب میکنند؟ حالانکه له اسلم من فی السماوات والارض، برای دین خدا تسلیما تمام اون موجوداتی که در آسمانند و در زمینند طوعا به خوشی، فرشتگان به خوشی تسلیمن، مؤمنین به خوشی تسلیمن، انبیا به خوشی تسلیمن، و کرهن و به ناخوشی کفار دیگر راهی ندارن از خدا اطاعت نکنن. سردی خدا را تحمل میکنن، گرمی خدا را تحمل میکنن، ناداری که خدا بر آنها پیش میاره تحمل میکنن، مرض را آنها چاره ندارن. همه من فی السماوات و من فی الارض به خوشی و ناخوشی از او اطاعت میکنن و اینها دارن از اون خدا اعراض میکنن. قل به عنوان اتمام حجت شما ایمان خود را و مؤمن بهی را ای پیغمبر برای اینها اعلان کنید. بگو ای پیغمبر آمنا بالله، من و صحابه من، سبحان الله، آمن تو تنها نمیگه پیغمبر، صحابه را با ایمان خودش همراه میکنه. من و صحابه من و تابعین من، همه ما ایمان به الله آورده ایم. الله را در ذات و صفات و عبادت یگانه میدانیم و همچنین ما همه ایمان به ما انزل علینا داریم. تمام اون وحی که به جانب ما نازل کرده شده همه را قبول داریم و اون وحی که انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، همه اون وحی آسمانی ها را قبول داریم که بر ابراهیم نازل شده، بر اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسباط فرزندان یعقوب علیه السلام، و به آن کتابی که داده شده است موسی و عیسی و تمام انبیاء از جانب خدا، همه کتابهای آسمانی و انبیاء را قبول داریم. لا نفرق بین احد منهم، بین هیچ نبی ما تفریق نمی کنیم. همه انبیاء الهی را نبی قبول داریم، رسول قبول داریم. شمایید که یهود حضرت عیسی را قبول ندارند و نصارا حضرت موسی را قبول ندارند، ما نه، همه ما به انبیاء ایمان داریم، به آنچه نازل شده است بر انبیاء ایمان داریم، بین هیچ نبی تفریق نمی کنیم، لیکن در عبادت و عمل نحن له مسلمون، ما فقط و فقط برای خدای لایزال تسلیمیم. عبادت جانی را، عبادت بدنی را، عبادت زبانی را فقط برای خدا انجام میدیم. رسالت همه انبیاء را قبول داریم، کتاب همه انبیاء و وحی همه انبیاء را قبول داریم، لیکن در عبادت، در اعتقاد، در عمل ما فقط برای خدا تسلیم. سجده میکنیم فقط خدا را، میخوانیم فقط خدا را، نذر و خیرات هم میدیم فقط برای خدا. غیر خدا را نه سجده میکنیم، غیر خدا را نمیخوانیم و نه برای غیر خدا نذر میدیم.
این جمله مقصودی سروران گرامی. نحن له مسلمون را تفسیر جلالین معنی کرده نحن له مخلصون فی العبادت، در عبادت ما فقط خدا را عبادت میکنیم، جانی مالی زبانی. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر که طلب کند غیر از اسلام دینی دیگر را تو فلن یقبل منه، هرگز از او پذیرفته نمیشه. نه یهودیت نه نصرانیت و نه مجوسیت، همین اسلام که عبادت را به خدا اختصاص بدن، اسلام همینه. نحن له مسلمون، هر کس غیر از این دیگه هر دینی را طلب کند هرگز از او اون دین پذیرفته نیست و او در آخرت از خاسرین، از تبهکاران درجه یک. خاسرین را معنی کرده دوستان از تبهکاران درجه یک. کیف یهدی الله قوما، حالا نسبت به مرتدین، سبحان الله، قلب پیغمبر خیلی اشتیاق داشت که یهود و نصارا مؤمن بشن، ایمان بیارن، لیکن یهود و نصارا برای تمسخر می آمدن، ثبت نام میکرد. اول روز برید ایمان بیارید وقت فرو آخر روز. الله تعالی میگه من اینها را چطور هدایت بدم پیغمبر؟ اینهایی که نیت و انابت هدایت ندارم، حالا که من خدا قانون من اینه که بدون طلب و انابت من به کسی هدایت نمیدم. هر کس طلب کند هدایت را و بخواهد هدایت را، من به او هدایت میدم. آنهایی که طلب نکنند و نخواهند، من به آنها هدایت نمیدم. کیف یهدی الله؟ پیغمبر علیه السلام را الله تعالی کفار مرتدین را چطور الله هدایت کند قومی را، یعنی توفیق هدایت بدهد به قومی که کفروا بعد ایمانی، اظهار ایمان کردند و بعد کافر شدند و شهادت هم دادند که ان الرسول حق، لیکن اعتراف نکردند. حالا که وجاهم البینات، دلائل واضح و روشن آمده، کفر کردن بعد از اظهار ایمان، شهادت هم دادن که رسول حق است در دعوای رسالت و جاءهم البینات، و رسول هم بینات پیشانها از جانب رسول آمد، معجزات قرآن، و آنها هنوز عناد دارن و عقب نشینی میکنن. اینها را من چطور بیارم سر هدایت؟ حالا که راه هدایت با انابت است. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله تعالی به مقصد نمیرساند قومهای ظالم را، یعنی راه هدایت نیست بلکه راه ارتداد است. آنها را خدا نمیارد. قهر خدا، قدرت قهری برای ایمان خدا اعمال نمی کند. اولئک، این مرتدها، جزای اینها اینه که بر آنها لعنت خدا هست و فرشتگان و انسانها تمام، به این طور که همیشه میمانند تو اون ثمره لعنت. تو این لعنت یعنی توی ثمره لعنت، یعنی جهنم، همیشه تو جهنم میمانند. شبک کرده نمیشود از سر آنها عذاب جهنم و نه آنها یک ذره مهلت داده میشون در جهنم. خب آنهایی که از مرتدین توبه کنند، توبه علما سخت سرورانی گرامی، هر چی را به خاطر کتمان و تلبیس خیانت کردن باید او را تبیین کنند. الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر آنهایی که توبه کنند یعنی مسلمان شوند بعد از این و اصلاح کنند آن چیزهایی را که فاسد کردند، فإن الله غفور رحیم، بدرستی که خدای عزوجل بخشنده و مهربان، فإن الله غفور رحیم هست که آنها را ببخشد. لیکن شرایط توبه سخته و اصلحو، آنچه را فاسد کرده اصلاح کنند. یعنی منافقه هر برخوردی داشتن، هر راه بدی به مردم نشان دادن، الان توبه کنند و اصلاح کنند. فإن الله غفور رحیم. بله، ان الذين كفروا بعد ایمانهم، آنهایی که کفر کردن بعد از اظهار ایمان، و ثم ازدادوا، بعد این کفر را اضافه کردن، یعنی دواما تو کفر باندن، هرگز پذیرفته نمی شود توبه آنها که از گناه کفر
عدم قبول توبه بدون کفر، بدون ایمان امکان ندارد. هرگز توبه آنها پذیرفته نمی شود روز قیامت. بعد گناه به غیر کفر، آنها از دیگه هر گناهی، سبحان الله، غیر از کفر دیگه از هر گناهی توبه کنن، توبه آنها پذیرفته نیست. با موجودگی کفر و شرک هیچ توبه انسان هم پذیرفته نمیشه. از گناهانی که غیر کفرن توبه کنن، توبه آنها پذیرفته نمیشه. چرا؟ توبه بدون ایمان پذیرفته نمیشه. و اولئک هم الضالون، اینها هستند بعد از توبه نیز هم گمراهان درجه یک. ان الذين كفروا، آنهایی که کفر کردن حالت حیات، در حیات کافرن و ماتو و میرن حالت موت در حالی که هم کافرن، هرگز پذیرفته نمی شود از هیچ یکی از آنها پوری زمین طلا اگر فدیه آن را هم بدن. حالا اگر فرض کنیم که پر زمین هم پر از طلا هست، اونها فدیه بدن که از عذاب جهنم نجات کنن، هرگز از آنها پذیرفته نمیشه. آن که ظاهرا هم ندامت هست و لحاظا هم پذیرفته نمیشه. اولئک لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب علیمی هست. و ما لهم من ناصرین، و برای آنها هیچ مددگاری و یاوری نیست. یهود و نصارا گفتن ما هر چقدر گناهگار باشیم، روز قیامت پدران ما انبیا بودن، پدران ما اولیاء بودن، لحظه دست ما را میگیرن و از آتش جهنم نجات میدن. الله تعالی بار بار میگه که برای ظالمین و مشرکین هیچ ناصری، هیچ مددگاری روز قیامت نیست. ترغیب اهل کتاب به ایمان و اصلاح. ما قبلا عرض کردیم که یهود و نصارا به خاطر ریاست که بر مردم داشتند و به خاطر آن درآمدهایی که از مردم محصول میشد برای آنها، به این دو خاطر، به خاطر حب مال، به خاطر حب جاه، اینها نه آمدن و به دامن پیغمبر اسلام نه افتادن، ایمان نه آوردن. فکر میکردن که از ایمان جاه ما بده، از ایمان اون درآمدی که می آمد از مردم به جیب ما می ریخت و به حساب ما واریز می شد، اون درآمد برای ما نمی آید. به این دو خاطر آنها ایمان نه آوردن و پیغمبر را اتباع نکردند، با وجودی که هم پیغمبر را می شناختند و معرفت کامل به شناخت پیغمبر داشتند. به این خاطر الله سبحانه و تعالی گفت که با کفر شما هر چی توبه کنید و استغفار بگید و تضرع بکنید، هرگز با موجودگی کفر از شما هیچ توبه پذیرفته نمیشه. وقتی پیغمبر را انکار میکنید، توحید را انکار میکنید، از شما هیچ چیزی پذیرفته نمیشه. اکنون الله تعالی ترغیب میده اهل کتاب را که لن تنالوا البر، هرگز شما نیکی حاصل نمی کنید حتی که انفاق کنید از آنچه را که دوست دارید. ریاست را دوست دارید فدا کنید، مال را دوست دارید فدا کنید. ببینید سیاق و سباق آیه را بفهمید. ما قبل آیه با علماء یهود صحبت است، ما بعد هم با علماء یهود صحبت است. در وسط آمد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم. در وسط آمد مسئله انفاق. درست سوره بحث انفاق هم می کند، روی سخن با نصارا هست، با علما هست، لیکن حضرت استاد رحمه الله نمی گفتن این به خاطر اون پست و ریاستی و اون درآمدی که در حساب این علماء یهود و نصارا می‌بیخت، به خاطر او اینها ایمان نآوردند. الله تعالی گفت شما تا محبوب را فدا نکنید، اون پست را و اون ریاست را و اون حساب جاری که برای شما هست، اینها را فدا نکنید، به نیکی هرگز نمی‌رسید. لیکن ببینید اگر شما هر چیزی را برای خدا فدا کردید، ریاست را برای خدا فدا کردید، مال را برای خدا فدا کردید، الله تعالی دانا هست شما عوض می‌کنید، شما ضرر نمی‌کنید. شما یک ریاست را برای خدا فدا کنید، پست را برای خدا فدا کنید، واقعا پست و ریاست چیزی هست که انسان را بدبخت می‌کنه.
الله تعالی ما را طالب پست، طالب مال، طالب ریاست نکند که ریشه انسان را همین چیزها از بین میبرند. قرآن فرمود لن تنالوا البر، هرگز شما به بر و نیکی نمیرسید حتی تنفقوا، تا اینکه انفاق کنید از آن چیزهایی که دوست دارید. محبوب را تا پیدا نکردید برای صاحب ریاست و پست، از ریاست و پست چیزی محبوب تر هرگز نیست. او مال میده، خرج میکنه تا به وکالت برسه. اینا که رای گیری میکنن برای رای، چقدر اینها خرج میکنن؟ نمیکنن؟ چقدر سردارهای قومها را میبرن هدیه میدن، نصف شب میبرن میدن، سواری میدن، مال میدن، نوید میدن که ما وکیل باشیم پاسدار شما روی براه که به پست برسن. چرا؟ از اون پست میخواهم به مقام بالاتری برسن، به نوایی برسن. الله تعالی فرمود هرگز شما به نیکی نمیرسید. لن تنالوا البر، هرگز لن بر سر مضارع برای تاکید نیست. هرگز علماء یهود و نصارا شما نیکی حاصل نمیتوانید بکنید حتی که خرج کنید از آنچه که دوست دارید. اون ریاست محبوب را، اون پست محبوب را، اون امامت محبوب را، اون ریاست محبوب را همه را فدا کنید، خرج کنید، بگذارید به خاطر اسلام. و آنچه هم که شما خرج میکنید، هر چیزی، پستی، ریاستی، مالی، ذری، تو فإن الله به علیم، الله تعالی علیم است، مطابق آن چی شما خرج کردید به شما مقام میده. شما اگر ریاستی را به خاطر خدا ول کردید، پستی را به خاطر خدا ول کردید، خدا شما را عوض میده. از ریاست از مال محبوب تر است. ریاست چیز بلاهی. این خاطر الله تعالی علماء یهود را دعوت، آنچه شما خرج کنی هر چی باشد، حتی غیر محبوب باشد، تو الله تعالی او را میبینه. محبوب خرج کردی، الله تعالی میبینه، یعنی مطلقا ثواب میده. الان باب شبهات سروران گرامی، اینها اعتراض داشتن بر پیغمبر علیه السلام. شما ادعا میکنید که ما همه انبیا را قبول داریم، نه؟ ایمان داریم، آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط و ما اوتی موسی عیسی النبیون من ربهم، همه را ما قبول داریم. شما ادعای اتحاد مذهب با انبیا دارید، همه انبیا را میگی من قبول دارم، کتابها را قبول دارم. حضرت ابراهیم خلیل الله گوشت شتر نخورده، تو گوشت شتر میخوری. یعقوب گوشت شتر نخورده، تو گوشت شتر میخوری. آنها شتر را حرام میدانستن، تو حلال میدانی. شیر شتر را حلال میدانی، تو و متبعان تو گوشت شتر میخورید، شیر شتر میخورید و ادعای مذهب انبیاء هم دارید. الله تعالی گفت به ایمانها این طیبات که حلال بودن، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، تنها اسرائیل به مشوره اطباء گوشت شتر و شیر شتر نخوردن و بر خودشون ممنوع کردند و تحریم کردند و خدا تایید کرد شما نخورید. باقی تمام بنی اسرائیل خوردن. ابراهیم علیه السلام گوشت شتر خورده، شیر شتر خورده و تمام انبیاء خوردن. تمام بنی اسرائیل یعنی تمام فرزندان یعقوب علیه السلام یا امیر مجاهد که معنی یعقوب هست، تمام فرزندانش
حلال بود آنها خوردن الا ما حرم اسرائیل. این مفسر صاحب مراغی میگه الا ما حرم اسرائیل مراد حرم بنو اسرائیل. تمام این چیزها حلال بودن مگر فرزندان اسرائیل. از اسرائیل مراد بنو اسرائیل که به خاطر جرم و جنایت بسیار طیبات را خدا بر آنها حرام کرد، ورنه اونها در اصل و حلال بودن. اسرائیل حرام کرده یعنی بچه های اسرائیل به خاطر جرم و جنایتی که کردن خدا جریمهشون کرد، طیبات را بر آنها حرام کرد. این توجیهی که صاحب مراغی کرده و این توجیه را هم در تفسیر روح المانی هم ذکر کرده بود. لیکن توجیه عامه‌ای که مفسرین نقل میکنن الا ما حرم اسرائیل همون لحم شتر هست، عملا نه اعتقادم. حضرت یعقوب علیه السلام مریضی داشتن، دو توجیه ذکر کردن. ارق النساء، اون مریضی که حضرت یعقوب علیه السلام داشتن که این جلد دیگر را نواردنش. حضرت گفت که ارق النساء همون رگیه، خدا این مریضی من را دور کنی، شی محبوب را برای تو نذر میکنم نمیکنم. و حضرت یعقوب علیه السلام گوشت شتر را و شیر شتر را خیلی دوست داشت. وقتی این مرض دور شد دیگه حضرت نخورد. بعضی میگن نه، اطباء بهش گفتن که گوشت شتر و شیر شتر مناسب این مریضی شما نیست، شما نخورید. حضرت نخوردن و بر خود تحریم کردن. الله تعالی گفت شما که برای شما مناسب نیست، تحریم شما هم قبوله. حالا که رسول علیه السلام وقتی اصل را حرام کرد یا ماری قبطیه را، الله تعالی اتاب کرد لما تحرم ما الا الله لك. بله حضرت یعقوب علیه السلام را تایید کرد که بله نخور شما. حالا مسئله اینجایه که فرزندان یعقوب علیه السلام آیا این خوردند یا نخوردند؟ اینجا مفسرین دو رای دارن. میگه فرزندان یعقوب علیه السلام هم نخوردن، چون پدر نخورد اونها هم نخوردن. لذا این تحریم عملی بوده، اعتقادی نبوده. خب شما بیارید تورات را ثابت کنید که تحریم قدیمیه، قدامت تحریم را بیارید. شما بیارید تورات را بخوانید، اگر راست میگید که قدامت تحریم بوده، در زمان حضرت ابراهیم هم خورده نشده، در زمان حضرت عیسی خورده نشده، شما بیارید اگر مدعیه. و این چیز را هم بیارید که گوشت شتر و شیر شتر برای همه حرام است، بیارید. فاتو به تورات فتلوها. حالا هر دعوایی میکنه شما دو دلیل بخواید. ببینید قرآن از آنها دلیل میخواد. امروز برای تمام این خرافاتی که امت به نام دین انجام میده، عالم ربانی موظفه که اینها دلیل بخواد. شما برای این کارهای خود دلیل بیارید از قرآن. فاتو به تورات. دیگه گفت نه، تورات بیارید بخوانید اگر واقعا راست میگی. اگر توجیه آن باشد از اسرائیل مراد بنو اسرائیل، تو پس در تورات الله تعالی جریمتن حرام کرده، ورنه حلال بوده. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. طعام آن چیز را میگن که برای خوردن آماده بشه، خوردنی های این طعام حلال بودن برای بنی اسرائیل. الا من را توجیه صاحب مراغی را میکنن، مگر آن چیزهایی که حرام کردند اسرائیل، یعنی بنو اسرائیل، یهودی ها به خاطر شرارت بر خودشان قبل از اینکه تورات نازل بشود.
قبل از اینکه تورات نازل بشه، قبل از نزول تورات، بنو اسرائیل بر اثر شرارت بر خودشان حرام کرد. تورات آمد گفت شما جریمه اینها حرام. یا توجیهی که عامه میکنن مراد گوشت شتر است که حضرت یعقوب علیه السلام بر خودش حرام کرد. حرم اسرائیل علی نفسی، ما از الفاظ قرآن تخطی نکنیم بهتره. حضرت یعقوب علیه السلام حرام کرد بر نفس خودش قبل از نازل شدن تورات. از حضرت یعقوب تا تورات چقدر مدت طولانی گذشته است که تورات بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده و در تورات حکم حرمتش گوشت شتر نیست و در تورات هم نوشته شده است که اسرائیل بر خودش این حرام کرد. پس توجیه صحیح است که فرزندان یعقوب خورده اند، بنی اسرائیل خورده اند، خود اسرائیل نخورده. حرم اسرائیل، ما از الفاظ قرآن چرا تخطی کنیم؟ اسرائیل حرام کرده علی نفسه بر خودش و الله تعالی هم تایید کرده نه گوشت شتر میخورم نه شیر شتر میخورم، بر نفس خودش، نه بر اولادانش، نه بر امتش. اون هم قبل از نزول تورات آمده و در تورات حلت گوشت شتر هست، حلت شیر شتر هست. قل بگو پیغمبرین ها را بیاری تورات را و بخوانید آن تورات را اگر شما راست میگید که قدامت گوشت شتر در زمان ابراهیم بوده و اسحاق. چون در زمان ابراهیم و اسحاق اصلا مطرح نبوده حرمت گوشت شتر یا شیر شتر. بیارید تورات را. واقعا اگر راست میگید که شیر شتر و گوشت شتر در زمان ابراهیم ممنوع بوده، در زمان اسحاق ممنوع بوده، و این تحریمی که اسرائیل بر نفس خودش کرده، ما چرا از الفاظ قرآن تخطی کنیم؟ حتی بر اولادانش، اگر که بعضیان نوشته کردن که اولادان یعقوب هم نخوردن، بله درست در نمیاد، چون لفظ قرآن بر این مطلب دلالت نمیکنه. لفظ قرآن دلالت دارد که اسرائیل علی نفسه حرامش کرده، ممنوعش کرده و الله تعالی به خاطر مصلحت یعقوب علیه السلام و این به اصطلاح ترهیب برای مریض این مشروعه و حتی از خود پیغمبر ما هم ثابته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میخواست خرما بخوره، حضرت فرمود نه نه نه، شما تازه از مریضی سالم شده اید و برای شما مناسب نیست. اجازه ندادن به حضرت علی که شما ناقحون تازه از مریضی شفایاب شده اید و این غذای گرم با اون مریضی شما مناسب نیست، نخور. و همه علما پرهیز را مشروع میدانند برای مریض و حضرت یعقوب علیه السلام مریض بودند و بزرگان نوشته کرده، تفسیر کشاف نوشته کرده حضرت مولانا که به اطباء به حضرت گفتن شما نخورید، گفت من نمیخورم و بر خودش تحریم کرد و خدا تایید هم کرد. یک مسئله شخصی بوده، قانون الهی نبوده. و این توجیه هم تو دل انسانی که بنی اسرائیل خیانت کردن، جنایت کردن، الله تعالی جریمه ایشون کرد. و کسی که افترا کند بر خدا دروغ را من بعد ذالک، بعد از این ظهور کذب، تو فاولئک هم الظالمون. خدا حرام نکرده اینا حرام بکنن، اینها ظالمان درجه یک هست. قل صدق الله، بگوی پیغمبر در تمام ما ذکر در حکم توحید و دفع شبهات خدا راست میگه، الله راست میگه. در باب توحید، در باب شبهات، اعتراضات، الله تعالی راست میگه. لذا فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، ای مردم همه شما اتباع کنید ملت و دین ابراهیمی را که از تمام باطل یک طرف بود. در باب توحید، در باب عمل شما آیین ابراهیم را اتباع کنید.
و حضرت ابراهیم از شرک کنندگان نبود. و ما کان من المشرکین، نه اعتقادا نه عملا. حضرت ابراهیم شرک کننده ای نبود. شما حالا هر جا سجده میکنید، هر جا نذر میدید، هر جا میخوانید غیر الله را، ابراهیم از اینها نبود. خود را منسلک به انبیا میدانی، خود را پیرو خط انبیا میدانی. محمد همه انبیا قبلهشون بیت المقدس بوده و محل عبادتشون بیت المقدس بوده. تو برعکس انبیا عبادتگاه دیگر درست کردی، رخ به جای دیگر میکنی، حالان که بیت المقدس اولین خانه هست که برای عبادت خدا برای قبله تعیین شده است. خود را از متبعان انبیا میدانی، هم خط انبیا میدانی. انبیا رو به بیت المقدس نماز خواندند و بیت المقدس اولین خانه هست در کره خاکی که ساخته شده برای عبادت و قبله تعیین شده است. الله تعالی میگه دروغ میگه بی ایمان ها، اولین خانه ای که ساخته شده برای عبادت و جهت قرار گرفته، برای قبله قرار گرفته برای عبادت، اون خانه ای هست که در مکه هست. فرشته های ساختن و بعد ساخته ابراهیم خلیل الله، قبله ابراهیم خلیل الله بوده، قبله حضرت اسحاق بوده، قبله یعقوب بوده. بله بعد هم قبله بیت المقدس بوده، لیکن عبادتگاه و مطاف خانه کعبه هست. اینا دروغ میگن اولین خانه برای عبادت بیت الله هست، بعد از 40 سال بیت المقدس ساخته شد. ساخت اول بیت الله را فرشتگان کردن، بعد دیگر 10 مرتبه لیستی بود نمون بیارم که این بیت ساخته شده. اولین سازندگان بیت فرشتگان الهی بودن، بعد آدم بوده است، بعد نوح بوده و بعد از نوح علیه السلام که طوفان آمد و همه جهان را زیر کرد، خانه کعبه با زمین برابر شد. و بعد حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از طوفان نوح بانی خانه کعبه همونه که تپه‌ای بود، واد لم یزره بود و جای خانه کعبه بود که ابراهیم علیه السلام آمد و ساختش. ان اول بیت، جواب شبهه که بر رسالت داشتن که گفتن که قبلتنا اقدم من قبلتکم، الله تعالی میگه دروغ میگه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا، اولین خانه ای که بنا شده است برای انسانها از جانب الله برای عبادت بندگانش، عبادتگاه برای انسانها وضع شده است. البته اون عبادتگاهی هست که در بکه هست. بکه به معنی مکه، میم را به با بدل میکنن، لغت مکه بکه هست. بکه و مکه معنی کوبنده. هر کس نیت اهانت خانه کعبه را در طول تاریخ کرده یا میکند، الله تعالی او را میکوبه. و روزی که خانه کعبه اهانت بشه و از زمین برداشته بشه و سنگهاش به هم نعوذ بالله ریخته بشه، دیگه قیامت برپا. هدایتی للعالمین است که در نماز رخ به او میکنند. جهت عالمین است. فیه آیات بینات، در این بیت که وضع شده برای بقای انسانها نشانی های عظیمی هستند، تکوینی و تشریعی، واضح و روشن. چقدر عظمت دارد که از روزی که این خانه بنا شده مورد تعظیم و احترام، مشرکین این احترام میکردن، خیلی احترامش بود، به اندازه بیت الله احترام داشت نزد مشرکین و این حرم که دیگه حد و مرز بود. و از روزی که پیغمبر اسلام این خانه را از لوث بت‌ها پاک کرده، مورد تعظیم و احترام و ثواب است. 1 ساعت
در 24 ساعت و 1 دقیقه طواف این خانه تعطیل نیست، عبادت این خانه تعطیل نیست. الان همون انسانی بره فکر کنه که در ظرف 24 ساعت 1 ثانیه بیت الله از عبادت و طواف و ذکر خالی گفته. مسجد النبی را بعد از شام می‌بندن. همون خادمی اگر اونجا خدمت میکنه داخل مسجد دیگه کسی نیست، آخر شب باز موقع تهجد. لیکن خانه کعبه تعطیل 24 ساعت طواف عبادت. چنین لحظه ای نمی آید که بگه انسان دسته طواف کننده در طول سال دور بر خانه کعبه. یا صف میبندن برای نماز یا صف طوافین. شجاع چقدر گرم میشه انسان ها اصلا پروا نمیکنه. این همه آیات بینات که عبادت خدا هستن آنجا هست. فی آیات بینات تبیینی و تشریح. چقدر عظمت سبحان الله که آنجا زن مرد پیر جوان همه در یک عشقی مثل یک دیوانه میگردن. همه حواسشون غیر از همین فکر نیست به استلام حجر اسود، به استلام رکن یمانی، یا وارد میشن در حتیم. عبادت خدا تمنا عاجزی میچسبن عاشقهای بی خبر به غلاف خانه شهر چسبیدند و گریه و زاری. ملتزم بین دروازه و پایین دروازه خانه کعبه و حجر اسود که در این آیات بینات هستند. خدا چقدر عاشق برای حجر اسود درست کرده. یک لحظه مردم التماس میکنن که به حجر اسود میکنن، تمام شب و روز اونجا اتهام دورا بشار میده و بیادبها چنان بشار میدن که جیخ مظلومها بلند میشه. باور کنید برای استلام اون حجر اسود. این آیات بینات هستند که اونجا انسان میبینه. چاه زمزم جلوی این صخره سنگ یک چاهی با چه آبی فواره میشه. سبحان الله. در این آیات بینان چاه زمزم، من میگم تمام اهل مکه چاه زمزم آب میشه. اونجا فلک شیر زدن. خب از چه سرعت این شیرها آب میریزن، این عرب ها میگن آب برمیدارن. مدینه منوره خانقه ها چقدر آب میارن و چقدر سوار آب میخورن. تمام چاه زمزم آب میخورن و چقدر این آب به دنیا انتقال داده میشه. هر حاجی کم از کم 20 لیتر 10 لیتر آب غیر از اون آبهای بسته‌بندی مخفیانه اینها حمل میکنن میارن در تمام دنیا. این آب میره آشامیده میشه. من میکنم اونها که معتقدند و وسیله دارن از مکه طائف از خدا دنیا میان آب آشامیده خود را از زمزم برمیدارن میره. و این همه حاجیات که 24 ساعت وقتی اونجا کنار چاه زمزم میرن چقدر مینوشن وضو میگیرن، سر خود را بدن خود را خیس میکنن. خدا این چیزی گذاشته که این آب را بخور باش اشتهای. این آیات بینات الله تعالی گذاشته. حجر اسود آیه بینه، رکن یمانی آیه بینه، حتیم آیه بینه، چاه زمزم آیه بینه، خود بیت آیه بینه هست. هیچ چیزی از بالای اون نمیتونه ظلم شد. همین ابابیل موقع نماز مغرب تا نزدیک قبیل دور بر خانه کعبه صدا میدند و میگردند و بعد هیچ چی انسان نمیگیره، روزی یکی را نمیگیره. احترام این خانه چه پروانه ها میچستند به غلاف خانه کعبه و جان میدن.
اینقدر خدا عزت داده این خانه را که واقعا انسان حیران میشه. یک ثانیه در کره خاکی چنین معبدی نیست. هیچ ملتی چنین عبادتگاهی ندارد که در 24 ساعت یک ثانیه تعطیل نشه. فی آیات بینات خصوصا مقام ابراهیم، اون سنگی که ابراهیم خلیل الله ایستاده مثل گل پایش تویش رفته و آنجا جلو خانه کعبه گذاشته است. جلو خیلی نزدیکه، اینقدر از اینجا تا اونجا خانه کعبه فاصله. هم اینها برای مطاف طواف کمی ازدحامه، کسی جرأت نمیکنه اون از اینجا تکان. و سنگ بسیار بزرگی نیست، کوچیکه. حالا دور برشید احاطه همین از چشما اونهایی که مشرف نشدی میبینید نمیگذارن. اینا خیلی ازدحام میکنن به مقام ابراهیم. شرطه ها و اون مله ها اونجا با آبا استادن نمیگذارن خوب مردم نگاه کنه مقام ابراهیم. و جای پاهاش که چیزی هم مثل نقره گذاشتن همونطور فایل کردن اثر هر دو قدم مبارک مثل گل رفته تو. و من دخله کان آمنا، من جملان اینه که هر که داخل بشه امنه، هیچ خطری او را تهدید نمی کنه. و حتی امام ابو حنیفه میگه کسی قتل کرد و رفت توی خانه کعبه داخل شد توی حرم، اونجا او را قصاص نمی کنه. البته آب و طعام و غیرش قطع میکنن که تا از خانه بیاید بیرون و بیرون از حرم او را مجازات میکنن. آمنه. ولله علی الناس حج البیت، و برای خدا هست به عهده انسانها حج کردن بیت. من استطاع، حالا بدل کرد، برای خدا بر تمام انسانها حج بیت هست، یعنی برای کسانی که استطاعت الیه را دارند. این شرط فرضیت هست که استطاعت چیه؟ زاد و راحله داشته باشه. من استطاع الیه سبیلا، زاد و راحله. و من کفر، کسی که کفر کند، فرضیت حج را انکار کند، تو فلا ضرر علی الله، ضرری بر خدا نیست. فإن الله غنی عن العالمین، به درستی که الله تعالی غنی از عالمینه. چرا قرآن عظیم الشان گفت من کفر؟ که احکامی که در حج انجام میگیره سروران گرامی یک ذره عقل اینها را خوب تشخیص نمیده. بیت هم از سنگ درست شده و از همین کره خاکی است، دور بر او چرخیدن و عبادت این را دانستن، یک ذره عقل اینا قبول نکنه. حجر اسود هم سنگه، چنانچه که سیدنا عمر رضی الله تعالی در برابر اون میدانم که انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو سنگی نفع و ضرر در اختیار تو نیست، لیکن حبیب من تو را استلام کرده، من استلامت میکنم، با سر برد و بوسه. ملتزم چسبیدن به اون مقامی که بین حجر اسود و بین دروازه تقریبا همین قدر هست فاصله یا کمی بیشتره، اینجا چسبیدن چه کیفیتی داره. اینجا ملتزم، اونجا وقتی انسان میچسبه و سینه را میزنه و رخسار را به اون قسمت میگذاره، یک کیفیت خاصی هست. بله اگر کسی این چیز را انکار کنه، این چیز را عجیبه، خدا چه لذتی در ملتزم گذاشته. این انسان اینطور که چسبید خودش گیر میکنه و دعا یک کیفیت خاصی به انسان دست میده. لیکن اینها را عقل پوچ درک نمیکنه، عقل کمونیستی درک نمیکنه. اینها همه به عرفات رفتن، به منار رفتن، جمرات را زدن، عقل اینجا دیگه زیاد همکاری نمیکنه، این عقل پوچ را زیر پا بگذاره. هر که انکار کند احکام حج را، تو ضرر بر خدا نیست، ضرر بر خود آن است. چرا؟ فإن الله غنی عن العالمین، الله تعالی غنی از عالمین. قل
بیان زجرات بعد از دفع شبهات الله تعالی کوبنده میکوبه علما را. بگو یا اهل کتاب لما تکفرون بآیات الله، چرا انکار میکنید آیات الهی را؟ والله شهید علی ما تعملون. و مولا الله تعالی حاضره که شما چی میکنید، بس از او بترسید، برای شما مناسب است. قل بگو یا اهل الکتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن، چرا مانع میشوید از راه خدا با ایراد شبهات، شکوک، شبهات در دین خدا، در راه خدا ایراد میکنید. من آمن بالله را مانع میشوید، در حالی که خود شما اون راه خدا را کج طلب میکنید. تبغونها عوجا، یعنی با شبهات میاندازید. و انتم شهدا، شما هم بر کباحت این حرکت گواهید. و من الله بغافل اما تعملون، خدا غافل نیست از اعمال شب و روز شما. اکنون بعد از زجر اهل کتاب تنبیه اول برای مؤمنین. الله تعالی میگه مؤمنین این یهود و نصارا با ایراد شبهات و با ترفنده های گوناگون میخواهند شما را کافر کنند. حواستون جمع باشد. یا ایها الذین آمنوا، تنبیه اول برای مؤمنین، یعنی عدم توجه به شبهات یهود. ای کسانی که شما ایمان آورده اید، اگر اطاعت کردید یک دسته ای را من الذین اوتوا الکتاب، بوش و بله رو شارون اگر اطاعت کردید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، این را شما را رد میکنن، بعد از ایمان کافر میکنن. حالا چقدرن که بوش و بله را خوشحال میکنن، کرباتم به گلو زدن، شکل و قیافه و پوتینشون مثل همانا هستن، بس را کافر کردن بودش. اگر اینها را کافر نمی کردن این حکام را، چطور در برابر این کافر سرشون پایینه و گوش به فرمان بوش و بله و شارونن؟ اینها را اول کافر کردن، بعد ها اینها را اطاعت میکنن، همکار اینها هستن، هم شغل اینها هستن. و کیف تکفرون، چطور شما کفر میکنید در حالی که و انتم تتلا علیکم آیات الله، آیات الهی بر شما تلاوت کرده میشوند. اگر تا آیات الهی را تلاوت کنند دست به دست اخشارون نمیدن، آیات را ویل کردن که کافر شدن. لیکن در زمانی که قرآن نازل میشد آیات تلاوت میشد، الان آیات تلاوت نمیشن، همه کافر هم. کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، و اکنون هم رسول خدا با شما. بله الان آیات الهی هستن و سنت رسول الله هم باید، لیکن اینهایی که همکارن با بوش بلر و شارون، اون آیات الهی را تلاوت میکنن؟ هرگز. و من یعتصم بالله، هر که تمسک کند به خدا تو او هدایت شده الى صراط مستقیم. شعبه سات تمسک به ایمان کنه، تمسک به دستورات الهی کنه. الله میگه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، و اعتصام به فرمان خدا بکند، یا تصم بالله تمسک به خدا کند، یعنی تمسک به احکام الهی کند، تو او هدایت کرده شده از صراط مستقیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء
الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفی الوهیت از مریم علیه السلام. الله سبحانه و تعالی مریم که نظر الهی بود و در عبادتگاهی از عبادتگاه‌های بیت المقدس به عبادت خدای کریم مشغول بود و الله تعالی بدون مس بشر به ایشان فرزندی عنایت کرد بسیار برومند. اکنون مسیحی ها نسبت به مریم و فرزندش اعتقاد الوهیت را و اعتقاد معبودیت را داشتند، یعنی حضرت مریم را هم عبادت می کردند، پرستش می کردند و حضرت عیسی علیه السلام را هم عبادت جانی و مالی و زبانی می کردند. الله سبحانه و تعالی از این اذ قالت الملائکه نفی الوهیت از مریم را بیان می کند که مریم هم مثل بندگان دیگر خدا او مامور عبادت الله بود. بله، فضیلت هایی که خدا به مریم داده بود اینها عنایات رب العالمین بودند. یاد کن اون لحظه را که فرشتگان خطاب کردند به مریم که یا مریم فضائل و فرائض مریم، این فضائل هم بعد فرائض مریم میان. ای مریم، یعنی الله تعالی میگه مریم مثل بندگان دیگر الهی مورد عنایت هم بود و بنده خدا و پرستش کننده الله بود. ای مریم ان الله اصطفاکی، الله تعالی تو را برگزیده است. فضیلت اول در طفلی مقبول گردانی و طهرکی و خدا هست که شما را پاک کرده از تمام ضمائم، چیزهای بد، کبائر و اصطفاکی و خدا شما را برگزیده بعد از بلوغت. یا اینکه بیان اول است الله تعالی شما را برگزید در طفلی مقبول کرده و اصطفاکی و الله سبحانه و تعالی شما را برگزید بعد از بلوغت. شما برگزیده خدا هستید علی نساء العالمین، بر زنان جهانیان زمانی که تمام زنانی که در زمان شما بودن تو بر همه برگزیده هستی و بهتری و انتخاب شده ای. حالا فرائض مریم را بیان کرد. یا مریم اقنتی، مریم مثل بندگان دیگر تو عبادت کن لربک، خاص برای پروردگار، تنها و تنها برای رب عبادت کن و نوع عظیم عبادت وسجودی، خاص برای خدا سجده کن، ورکعی، خاص برای خدا رکوع کن، مع الراکعین، با رکوع کنندگان، با آنهایی که رکوع میکنند تو تنها برای خدا رکوع کن. رکوعت فقط برای خدا و سجدت هم فقط برای خدا، لہذا کسی دیگر را عبادت نکن. که این مع الراکعین معنیش که نماز با نمازخوانان در معبد بخوان. این ملازمه محراب عبادتگاهش بود که به بیت المقدس وصل بود. شما هم با اون عبادت کنندگان عبادت کنید، با رکوع کنندگان رکوع کنید، با سجده کنندگان سجده کنید. رکوع و سجده شما با رکوع کنندگان و سجده کنندگان. یعنی الله تعالی میگه مریم که معبود نبود، مریم مسجود نبود، مریم خودش ساجده و راکعه و قانته رب العالمین بود.
اکنون این داستان مریم، داستان حضرت زکریا و عیسی که بیان بندگی این بندگان را می کند، هم دلیل برای رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. پیغمبر